توفیق بدهد این که هرچه ما میدانیم عمل بکنیم. اگر عمل کردیم با این چه که میدانیم ما زیر پا نگذاشتیم، چشم ما نپوشندیم، اگر چشم را پوشیدیم اگر ما من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. خداوند مجهولاتش را معلومات میکنه، به همون دلیلی که همین معلوماتش هم در زمان صبابت و طفولیت نداشت، همین هم خدا بهش به شیئا یاد داده. فقط اگر کسی به معلوماتش از زیر پای خودش نگذاشت بود دیگه برو راحت میشو دیگه، خاطرت جمع باشه، سر وقتش عالم میشی به اون چی که محتاجی. بلکه از اینم بالاتر در روایت هست من عمل بما علم کفی ما لم یعلم. دیگه بیش میگن موقوف. ای کسی که عمل میکنی به معلومات موقوف دیگه، در فکر چیز دیگه نشو. بالاخره چه عرض بکنیم خدمت شما، کسی که تا به حال کسی هست که بگه من تا به حال زیر وضع هیچ واعظی نرفتم، از هیچ ناصحی هیچی نشنیدم، دروغ است این مثلا. خب شنیدی عمل کردی یا نکردی؟ اگر عمل کرده بودی حالا روشن بودی یا چرا؟ به ذات اینکه خودشون با همون عمل اعلام میکنن مشغولات رو بر شما، خاطرتون باید جمع باشه. اما اگر عمل نکردی میخوایی همش بشنوی که عمل بکنی بعد این پرده برداشته شد اون وقت میخوایی عمل بکنی. حالا باید بدونی اگر نصایح را زیر پا گذاشتیم خاطر جمع باشیم خبری نیست. چرا؟ برای بازی یاد نمیدهن که، برای اینکه بنویسی و بذاری اون کنار راد نمیدن. مثل اینکه نسخه از طبیل گرفتیم گذاشتیم توی بغل دیگه کار نداریم. برای اینکه تو بغل ما باشد نسخه طبیل رفتیم خرج کردیم و پول دادیم و فلان اینا نسخه گرفتیم. نه، باید عمل بکنیم. اگر عمل کردیم دیگه روشنی. و هم باید بدونیم که خودمون استاد خودمونیم، معلوماتمون رو بیاییم نگاه کنیم، مبادا زیر پا مونده باشه. محال است عبودیت باشه، ترک معصیت باشه، معذالی که انسان بیچاره باشه، ندونه چه بکنه چه نکنه، محاله. غیرن کونو دعاتن الالله بغیر السنتکم، با عملتون دعوت به سوی خدا بکنید، نه با زمانی که آیا عمل بکنید یا نکنید. خود اون کسی که میگه دار معلوم نیست عمل بکنه یا نکنه، فضل از اونی که میشنود. نه، با عمله. به اون کسانی که اعتقاد دارید به عملشون نگاه کنید، از عملشون سرمشق بگیرید. همین دعوت است. با کسی نشست و برخاست بکنید که همین که او را دیدید بیاد خدا بیفتید، بیاد طاعت خدا بیفتید. نه با کسانی که در فکر معاصی هستند و فلان، انسان را از یاد خدا باز می‌دارند. در فکر قول و مقال نباشید، در فکر عمل باشید. اگر در فکر عمل به معلومات باشید دیگه خاطر جمع باشید، دیگه که شکست نخواهیم خورد، روز بروز روشن‌تر میشید. السلام علیکم و رحمت الله.